آیا دلتون برای شهیاد تنگ نمیشه؟ والا شهیاد به جای خود، من برای ایران دلم تنگ شد، برای اینکه اون از بیابوناش گرفته تا ساختموناش و تا مساجدش و تا باغهاش و کوهاش و همین و مردمش. شهیاد یا میدون آزادی فرق نمیکنه، سمبل ایران شده و شما به عنوان سازنده و طراح این بنای زیبا در دنیا شاخص هستید. چه احساسی میکنید وقتی که این بنا رو به عنوان سمبل ایران میبینید؟ باید بهتون بگم من خودم هم فکر نمیکردم اینقدر این در دل مردم جای بگیره. شاید دلیل اینی که مردم با این انقدر معنوسن اینه که این از گساره و جوهر فرهنگ و معماری ایران بهره میگیره و یه جوری مردم رو به اصلشون برمیگرد.